جامی جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش. پنجمین فایده روانشناسی شناخت تفاوت‌های فردی است. باور داشته باشید در سر تا سر جهان نمی‌توانیم فردی را پیدا کنیم که کاملا شبیه به دیگری باشد. همه ما از لحاظ استعدادها، بینش‌ها، باورها و سایر ویژگی‌ها با همدیگر تفاوت داریم. تفاوت‌های مانند تفاوت‌های جنسیتی، تفاوت‌های شخصیتی، تفاوت‌های تربیتی، تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، تفاوت در نحوه یادگیری و ارتباط برقرار کردن بین ما و شما وجود دارد که با شناخت این تفاوت‌ها می‌توانیم درک بهتری از همدیگر داشته باشیم و با همدلی و همدردی با یکدیگر برخورد کنیم که تنها راه شناخت این تفاوت‌ها با مطالعه علم روانشناسی میسر خواهد شد. ششمین فایده روانشناسی شناخت احساسات و هیجانات هست. با مطالعه علم روانشناسی با احساسات و هیجاناتی مانند ترس، استرس و اضطراب، عشق و محبت، غم و اندوه، شادی و خوشحالی، یأس و ناامیدی، تنهایی و احساس طرد شدن و سایر احساسات و هیجانات آشنا می‌شویم و شناخت این احساسات باعث می‌شود تا برخورد بهتری با خود و دیگران داشته باشیم. و روانشناسی با نحوه عملکرد ذهن و بدن به ما نشان می‌دهد که احساسات و هیجانات چه هستند، چگونه شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان آنها را مدیریت کرد. هفتمین فایده روانشناسی آشنایی و شناخت مسائل مرتبط به ذهن و روان هست. روانشناسی به ما این آگاهی را می‌دهد که مشکلات روانی جنون یا دیوانگی نیستند، بلکه این مشکلات یعنی عدم مدیریت رفتار، فرایندهای ذهنی، احساسات و هیجانات انسان هست و به ما نشان می‌دهد که به چگونه و به چه شکل می‌توانیم این مشکلات را مدیریت بکنیم. البته روانشناسی علاوه بر مدیریت مشکلات روانی به درمان بیماری‌های روانی نیز می‌پردازد. هشتمین فایده روانشناسی کمک در تصمیم گیری‌های درست زندگی است. همه ما گاهی در زندگی بر سر دوراهی قرار می‌گیریم. دوراهی که شک و تردید را در ما برمی‌انگیزاند. اما این روانشناسی است که بهترین شیوه‌ها و تکنیک‌ها را برای تصمیم گیری در اختیار ما قرار می‌دهد و با تقویت اراده به ما انگیزه می‌دهد تا به اهداف زندگی خود دست یابیم. و همچنین با مطالعه علم روانشناسی فرایندهای پشت تصمیم گیری های خود را درک می کنیم و می توانیم بهترین و عقلانی ترین تصمیم ها را البته با در نظر داشت احساسات و هیجانات برای زندگی خود اخذ کنیم. در مجموع با مطالعه علم مقدس روانشناسی به بهبود و ارتقای شناخت خود و دیگران، افکار و احساسات و همچنین به ارتقا و بهبود روابط، سعادتمندی، انگیزه ها، ارتقای زندگی و همچنین به بهبود و ارتقای رفتار و فرایندهای ذهنی خود می توانیم دست یابیم. آیا آماده اید تا یک سفر فوق‌العاده‌ای را به دنیای شگفت‌انگیز روانشناسی با هم آغاز کنیم؟ من نادرشاه زمانی میزبان شما در این سفر خواهم بود. منتظرتان هستیم.